سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و صحت و سلامت باشین. این ویدیو در مورد یک سوالی از دوستای ما است که پرسیده بودن که آیا برای کسایی که نو موسیقی یاد میگیرن ضرور است که راگ یاد بگیرن یا نه؟ دوستای عزیز، راگ یک ست از نوتای موسیقی است و برای کسی که یاد گرفته که چطور تمرین صدای خود بکشه در اکتیوهای مختلف، برای کسی که یاد گرفته مثلا کامل شد نوتای نیمه و نوتای مکمل فرقش فهمیده و تمرین کرده کم فهمیده. البته برای از اینکه با مکمل بفهمیم سالهای سال کار است. برای کسی که حداقل تمرین کرده همین قدر که فهمیده نیمه نوت در کجاست، کامل مثلا کجاست، شد کدام است، صدایش خود در اکتیوهای مختلف تمرین کرده. برای کسی که میفهمه کورد یعنی چی، کورد چی رقم بگیره، کورد چی فایده داره، روزانه تمرین صدا کرده، میفهمه که چی قسم تنفس بکنه در وقت تمرین صدا و یا در وقت خواندن چی رقم تنفس بکنه، چی وقت تنفس لازم است. نوت ها را فهمیده که چطور بسر نوت بخونه کم، البته من نمیگم که به صورت مکمل، همین قدر کم معلومات در تیوری یعنی بلد شده، کمی تیوری را فهمیده. او باز حتما ضرور است که باید که راگ یاد بگیره که این تمام چیزایی را که یاد گرفته در او تمرین کنه. یعنی به قدر که فهمیده در تیوری فهمیده که چی است، او رو در پرکتیک باید که تمرین کنه و این در راگ میتونه که تمرین کنه. دوستای عزیز، من به خاطر از اینکه این بسیار واضح شد، ما ایده میخوایم که با یک مثال بسیار ساده ایده ما تشریح و توضیح بدم. شما فکر کنین که یک کسی میخواد که مثلا یک دیگ پخته کنه، این به خاطر از اینکه امی غذا را آماده کنه، امی مواد ضرورت امو مواد غذایی خود اول آماده میکنه، میبینه که چی چیزاده او کار است، از نگاه امی مسالجات گرفته و از نگاه ترکاری و هر چیز، و حتی از نگاه ازی که مثلا چه کدام ملاقه کار است، کدام ظرف کار است که بشوه یک چیز را، مثلا کار است که امراش توته کنه، تمام چیزی آماده میکنه، توته میکنه، برنج مثلا پیاز توته میکنه، بانجان توته میکنه، گوشت توته میکنه. باز آخر کار است که یک دیگ داشته باشه و که اگر دیگ نباشه دیگه تمام آمادگی که گرفته بیجای از برزی که نمیتونه به هدفش برسه. یعنی که نمیتونه غذایی را که خواسته که آماده کنه او رو پخته کنه. راگ هم همونطور است، یعنی موسیقی هم همونطور است. ما تمرین صدا میکنیم، صدای ما پخته شوه، ما یاد میگیریم که در اکتیوهای مختلف صدا خود چه قسم بکشیم، ما یاد میگیریم چه قسم تنفس میکنیم، ما یاد میگیریم که کوردها را چی رقم بگیریم، ما یاد میگیریم که چطور ما نوتای کومولتیو را ما یا شدش چطور ما او را تمرین کنیم، چطور بخوانیم. بعد از او که اینا را همیشه تمرین کردیم، ما ضرورت داریم که راگ و یا یک اسکیل، مثلا در اروپای موسیقی اروپایی اسکیل میگن، ماینر و میجر اسکیل است که در او باز تمرین میکنن. اما چون که در افغانستان ما زیادتر به موسیقی هندوستان نزدیک هستیم و اکثرا ما راگ ها برای ما معروف است و راگ ها را ما میشناسیم، که خوبتر است که از طریق راگ آدم بتونه که شروع کنه به یادگیری موسیقی، یعنی تمرین امی چیزایی را که یاد گرفته در او تمرین. یعنی در قسمت سوال دوست عزیز ما بگوییم که بله، موضوع آموختن راگ برای کسایی که نو میآموزن مهم است، به شرط از اینکه دیگه کارهایی را که پیش ضرورت است او را باید کرده باشین که ما خدمت شما همیشه او گفتم. یعنی شما اگر از ویدیوی اول ما که کانال یوتیوب ما اگر شما مراجعه کنین، از ویدیوی اول تا آلی اگر شما همونطور مسلسل ویدیوها رو ببینین، بله
شما آماده ازی میشین که همراه راگ کار کنین. اما اگر شما دفعتاً امی ویدیو را و یا یک ویدیوی دیگر که در مورد راگ است شما اگر دفعتاً او را آغاز میکنین دیگه این بسیار واضح است که شما آماده ازی نیستین که شما همراه راگ کار کنین. برای که همون مثالی را که بر شما گفتم اما مسائل یک دیگ باید از آماده شود، تمام مواد غذایی، تمام چیزایی کار است که یک غذا را تهیه کنن آدم اول باید او رو آماده کنه باز تا آخر شروع کنه برای پختنش که دیگ کار داره و او رو ما به یک راگ مثال دادیم. دوستای عزیز، راگ در حقیقت مثل یک جی پی اس هسته. البته میتونیم ما بدون راگ هم همونطور بپالیم و نوتا را پیدا کنیم، یک آهنگ به او پیدا کنیم و بپالیم و بسیار کسا هستن که دمی زمانی که اینا میپالن خسته کن میشه برشان و رای خود نمیفن و دیگه استاپ میکنن همراه تمرین موسیقی. متاسفانه که مثل زمین جی پی اس وقتی که اگر همراه آدم باشه، اگر آدم یک جای به یک شهر نو سفر میکنه، اگر همراه آدم جی پی اس باشه و بسیار آسانی آدم میتونه امو شهر پیدا کنه و اگر جی پی اس نباشه امکان داره که امو نفر بره بسیار زیاد بپاله شهر، تمام شهر، اما امو جایی که میخواد پیدا نکنه، بالاخره خسته شه و خانه بیایه. یعنی راگ در حقیقت مثل یک رفیق است، مثل یک دوست بسیار خوب است که آدم در سفر موسیقی خودش همراه خود داشته باشه، مخصوصا که وقتی که نو شروع میکنه. شما مثلا در یک شهر میرین، دفعه اول دوم سوم جی پی اس ضرورت دارین، اما دفعه دیگه شما کمتر ضرورت دارین برای اینکه شما اول بلد شدین. همونطور در موسیقی هم است. اگر ما دفعه اول مثلا یک چند راگ بسیار مهم است که ما یاد داشته باشیم که ما دو بتونیم همین چیزایی را که یاد گرفتیم دو تمرین کنیم. باز دیگه پسانا که گوش ما بلد شد و ما یاد گرفتیم و بلد شدیم، باز از او دیگه مهم نیست که در راگ باید از بفهمیم. ما میتونیم به بسیار آسانی نوتا را که میشنویم یا به مغز خود ثبت کردیم ملودی او را بنوازیم. یعنی راگ، فهمیدن راگ ضرور از دوستای عزیز در شروع فکر میکنم، ما به نظر ما در شروع زیادتر ضرورت است تا ای که آدم سالهای سالتی شه و موسیقی را درست بفهمه. و باز هم میگم دوستای عزیز، اگر شما آماده نیستین و چیزایی که پیش از راگ است او رو بلد نیستین، بهتر است که شما شروع نکنین به راگ، چون فایده نداره، نتیجه نمیگیرین، باز خسته میشین. خدا کنه که دوست عزیز سوالی که شما از من کرده بودین به جوابش رسیده باشین. امیدوار هستم که این ویدیو یک ویدیو جالب نه تنها برای دوست عزیز ما بلکه بر تمام کسای دیگه که این ویدیو رو میبینن بوده باشه و ما تونسته باشیم که وقتی که با هم بودیم مفید و به جای استفاده کرده باشیم. دوستای عزیز تا ویدیوی هفته آینده، بدرود، بای بای.